افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. سلام اسلام بیبی. انا وقتی افسانه هم در رسید. امشب از کتاب افسانه های خلق تاجیک افسانه شرطی پادشاه. یک پادشاه بود. دختری داشت به خراج مملکت میارزید. پادشاه اعلان کرد که هر کسی 3 دروغ شرعی گوید دخترش را به همان کس میدهد. اگر گفتن نتواند سرش را از تنش جدا میکنیم. بسیار کسان آمده دروغ شرعی گفتن نتوانسته کشته شدند. در همان شهر یک جوانی کمبغل بود. یک مادری پیر داشت. اعلان پادشاه را شنیده به مادرش گفت: آچه، تو با من 3 کلچه کرده ده، رفته بختم را سنجیده بینم. مادرش کلچه پخته داد. بچه گرفته به دربار پادشاه رفت. پادشاه گفت: کنی دروغت را گوی. بچه سر کرد. تقصیر، من دروغ را نمیدانم. سرگذشت دارم. سرگذشتی من همین که ما از یک مادر 3 پسر تولد شدیم. مردیم 6 تا ماندیم. همین 6 کس به یک جای رفتیم. از پیشمان 3 راه برآمد. 3 یمان به یک راه رفتیم. 3 یمان به راه دیگر. 3 دیگرمان به راه 3. رفته ایستاده بودیم که ایستا شما 3 تا بودید، چه خیلی 9 تا شدید؟ سوال کرد پادشاه گبی بچه را پریده. تقصیرم شما باور نمی کنید؟ پرسید بچه از پادشاه. این گپ دروغ، گفت پادشاه. مگر به شما دروغ در کار نی؟ گفت بچه. وزیر به گپ همراه شده پادشاه را آرام کرد. تقصیرم، از این زیاد باز چه خیلی دروغ هست؟ بچه یک شرط را برد. جوان مرگ، رو فردا بیا، گفته پادشاه بچه را جواب داد. بچه رفت و روز دیگر آمده گفت: تقصیرم، من دروغ را نمیدانم، سرگذشتی خودم را میگویم. در قشلاق ما یک چناری کلان بود، نهایت بلند. در بالای وی گنجشک و زاغچه ها لا نماندند. کودکان قشلاق جمع شده رفته همان گنجشک و زاغچه ها را چنان قلخ باران کردیم که چنار زیر قلخ پناه ماند. نگاه کردیم که در بالای چنار یک صحرای وسیع پیدا شد. پدرم 2 جفت گاو را آورد، جفت کرد. خربوزه و تربوز کاشتیم. پلک رسید، خربوزه ها پختند. خربوزه ها همین قدر زیاد شدند که بازار بردیم. به یک بازاری کلان نغنجید، لیکن خریداران برای چی اینها نخود بر این خورد گفته نمی خریدند. در کدام تاری چنار خربوزه و تربوز کاشتند که تاری چنار قشلاق شما کاشته باشند؟ اعتراض کرد پادشاه. شما باور نمی کنید تقصیر، گفت بچه. کی به این دروغ باور می کند؟ در قهر شد پادشاه. وزیر گفت: تقصیر، دروغ زور، گفت این بچه. شرط 2 را هم برد. پادشاه این جوان مرگ شرط را می برد گفته به واهمه افتاد و بچه را جواب داد که روز دیگر آید. روز 3
بچه درباره مرغ‌هایش نقل کرد. ما مرغ بسیار داشتیم. زمستان شد، مرغ‌ها را گم کردیم. هرچند کافتیم نیافتیم. بهار شد، رفتیم که مرغ‌ها به یک غار در آمده تخم بسیاری کردند که به گفتن راست نمی آید. در آمده از غار تخم‌ها را بیرون پرتافتیم. یک چاشی کلان شد. پدرم تخم‌ها را تنو کرد. بعد رفته 40 تا بوق گاو آورد. گردن به گردن بسته میده کرد. بعدی کوفتن تخم‌ها را باز جمع کردیم. پدرم به دست 5 شاخه گرفت، من بیل چوبین. هر دو تخم‌ها را باد کردیم. خروس‌ها به یک سو جدا شدند، ماکیان‌ها به یک سو. بعد همه آنها را جمع کرده آمدیم. تمام قشلاقمان را خروس و ماکیان زیر کرد. پادشاه گفت: اوه، این بچه شرط را برد. لیکن من پادشاه باشم و دختری مرا این بینام و نسب گیرد، شرمنده عالم می شوم. پادشاه به بچه گفت: من به تو یک خم طلا می دهم. رو خانت را آباد کن. هر دختری را خواهی بزنی گیر. گپی معقول می گویید، گفت بچه. لیکن یک چیز را از خاطر نبرارید. اگر دخترتان را به من ندهید، از آن شرمندگی که می گویید زیادتر شرمنده می شوید. همه پادشاه عجز شکن بوده است، می گویند نامتان به بدی می براید. بهترش وعده و دین گوید و از فکرتان نگردید. ثانی به شما دامادی دانا در کار است، یا دامادی بی اصل و نسبی خرقله که شما چند تای آنها را شرط را اجرا نکرد گفته سرشان را از تنشان جدا کردید. پادشاه این گپ‌های پخته را شنویده از گفتش پشیمان شد و دخترش را به بچه نکاح کرده داد. بچه کم بغل به مراد و مقصدش رسید. شما هم اصلکان من به مراد و مقصدتان رسید. انا همین بود افسانه شرط پادشاه. اصلکانی بیبی، بر شما خواب شیرین خواهانم. با شما بودم بیبی شما، براحت بانو. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خوابتون شیرین برام